نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم، در وقت طواف چند کمبودی هست که از طواف کننده ها مشاهده می شود و نیت این که طواف اونها درست شود و اینقدر زحمت میکشند و میآیند عبادتشون و همان گونه‌ای که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از انجام داده شود و درست و به درگاه خدا قبول گردد و باعث اجر و ثواب شود. و همین نیت خواستم که همون کمبودها را بگویم برای اصلاح، برای تنقیح نه. یکی از اون کمبودها این است که وقتی که طواف کننده ها رو به روی حجر الاسود می آیند، باید که طرز درست استلام یا این که هر دو دست را برداشتن این گونه هست که هر دو دست را تا کتف می بردارد و این کلمات را می گوید: بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة والسلام علی رسول الله. بعد از آن هر دو دستش را میبوسد و همین گونه در 7 پیچی که ما طواف میکنیم 8 بار همین کار را انجام میدهیم. در هر آغاز هر پیچ طواف 1 بار و در آخر وقتی که ختم میکنیم 1 بار دیگر. این یکمین کمبودی بود که از طرف حاجی ها میبینیم مشاهده میشود که سر میزنند، میآیند در روبروی حجر الاسود رویشان را به طرف اون نمیگردانند و 1 دست را همین گونه میبردارند یا بعضش 3 بار دستهایش را میبوسند. طرز درستش همان گونه هست که من بیان کردم. دوم کمبودی که مشاهده می شود این است که در وقت طواف کردن باید کتف راست نمودار باشد. این را در اصطلاح فقها الاضطباع میگویند. کتف راست نمودار بودنش این خاصه 3 پیچ طواف نیست، باید که در 7 پیچ طواف همون کتف نمودار باشد. کمبود سوم این است که وقتی که طواف را بود میکنند، تمام میکنند، باید رکعت نماز خوانند. بعضی ها مشاهده می شود که به همون کتف لچ و همون کتف نمودار نماز میخوانند. سنت این است که باید بعد ختم طواف، بعد پیچ 7 وقتی که حجر الاسود را استلام میکنند، اکنون طواف ختم شد، کتف را بار کرده 2 رکعت نمازی که در مقام ابراهیم یا در هر کجای از مسجد میخوانند برای طواف باید که به کتف پوشیده باشد. کمبود دیگری که در اثنای طواف مشاهده می شود این وابسته به رهبلدها هست. برای مردم بعضی دعاها را میخوانند، مردم تکرار میکنند برای اینکه همه قومش بشنود. رهبلد رویش را به طرف مردم میگرداند و پشت یعنی خفانایی گفته چیکار میکنند؟ طواف میکنند. این هم نادرست هست. کمبود دیگری که در اثنای طواف رخ میدهد از طواف کننده ها اکثرش این است که در وقت تکمیل طواف و تنه کعبه حرکت میکنند که دستاشان را در کعبه تبرکن بزنند یا کعبه را لمس کنند، چند مقدار رو به کعبه طواف میکنند. فقها میفرمایند که شرط طواف این است که برای درست شدنش که کتف چپ طرف کعبه باشد. همون مقداری که در هر طوافی که رویش به طرف کعبه است و گویا برکی و پهلو اگر طواف میکند روش طرف قبله، روش طرف کعبه، همون مقدار از طوافش درست نمیشود. و از همه باز مهمترش اینه که طواف به منزله نماز هست. در وقت طواف باید همون جایی که همون گونه که در نماز
جای سجده رو نگاه میکنی، در وقت طواف هم باید پیشش رو نگاه کرده طواف کنن. اگر کسی بعد اراده لمس کردن کعبه رو داشته باشد، بعد تکمیل کردن طواف ها بعد میتواند که به نزدیک کعبه رود. از الله رب العالمین مسئله داریم که هر کمبودی که از ما سر میزند اول به فضل کرمش از اون کمبودها در بگذرد و ما و شما را توفیق دهد که عبادت ها را همان گونه انجام دهیم که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم کردند و ما را برای انجام آن امر فرمودند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.